سلام، خیلی خوش اومدین به یه قسمت دیگه از بازی من توی فری فایر. بهم نظر بدین اگر دوست داریم بازی دیگه انجام بدیم، معرفی بازی دیگه داشته باشیم، یا من It was از a nightmare to be تجربه stuck on هام the island. از How Sula تجربه could هام dream of برای escape, بازی ها kind of. بگم. You know, with her. میتونین کامنت بذارین. بازم طبق معمول اسلحه دادن و به من هیچی نرسید و من دارم نگاه میکنم، من آه میکشم. من نگاه میکنم، دیوار نگاه میکنه به من آه میکشم و دیوارم آه میکشه. آره. خب اینجا سکوت میکنیم توی این منطقه. نظرتون چیه؟ دیگه بخوایم نخوایم اینجا داریم سکوت میکنیم. امروز میخواستم یکم صحبت کنیم راجع به این که همه میگن که چرا جوانای الان همش سرشون تو گوشیه، چرا همش دارن دنبال آرزوهاشون و رویاهاشون تو گوشی میگردن. باید بگم که خب عزیز دلم، ما دلخوشی دیگه نداریم. ما تو گوشیم چون هیچ دلخوشی دیگه نداریم، هیچ چیزی نداریم که دلگرممون کنه، سرگرممون کنه. فقط یه گوشیه که بهش پناه آوردیم و اینکه داریم روزمون رو باهاش میگذرونیم. حالا شاید یه وسیله برای سرگرمی باشه، اما بیشتر باید بگم که دلخوشیه، چون که ما نمیتونیم اون همه سفر بریم. ببین الان این رفته تو خونه وسایل جمع کرده، خب من الان میرم وسایلشو میدزدم. خیلی راحت. ببینید پس مال دزدی. ببین الان اینم اینجا البته وسیله نداره، ببین رفت مجهز شد. ببینید اول که داشت میرفت من نزد، اومد اینجا مجهز شد بعد منو زد. آره خلاصه مال دزدی خیلی بهتره. نگاه کنید البته من موافق نیستم، ولی خب تو این دور و زمونه چاره دیگه ای برامون نمونده، هیچ چاره دیگه ای نداریم. ببین منو داره از کجا میزنه این فلان فلان شده. بابا زدی منو کشتی دیگه، یه دقیقه وایسا، شاید خواستیم هم صلح کنیم. نه. خب اینجا میایم چند تا بر وسایل برداریم. الان یکی پیداش میشه. ببین یکی پیدا شد، گل میدم. دیدین گفتم صدای پاشو میشنید. ببینید تمام این وسایل رو من از اینجا دزدیدم، در صورتی که باید بر همه اینو دونه دونه تلاش میکردم، بدو میکردم تا همه اینا رو به دست می آوردم. ولی مال دزدی عزیزم، مال دزدی خیلی راحت‌تر و بهتر جواب میده. البته اونم خب قضیه اون حلال حرام و فلان و ایناش هم هست، اما خب به هر حال داشتم صحبت میکردم راجع به این که چرا میگن گوشی، همه جوونا سرشون تو گوشی و فلان. عزیز دلم ما سرگرمی دیگه ای نداریم. یه دونه اینجوری جوک بود میگفتش که شما به من بگو فردا پاشو بریم نمیدونم تایلند، اگر من نیومدم لعنت به کسی که نیومد، من فردا 5 صبح بیدارم. برای ما اینطوری عزیز دلم. اینجا ما هیچ دلخوشی دیگه نداریم. ببین الان من اینو میکشم. خب ببینید فرار کرد دیگه، نگاه کنید فرار کرد. سب کن. دیدید کشتمش. الان بریم 240 داریم، بریم چقدر جمع میکنیم. من توضیح بدم بهتون که مال دزدی بهتره با مثال و رسم شکل، یا خودت تلاش کنی جمع کنی. ببینید اون 240 تا بود شد 360 تا. من برای همین باید چقدر بدو میکردم، فکر میکنم خیلی زیاد. قانع شدی؟ اینجا هم که هرچی هست دزدیدن و بردن دیگه هیچی. ببین صدای پا میاد. ببین اینم کشتن. الان من میرم ولی یکی دیگه زحمتشو کشید. ببینید چقدر شد زیاد. ببین این کشته بود، اومده بود مال دزدی برداره. خب و من اومدم دزدیدم.
ببین تشویقم کرد، گفت آره برو مال دزدی بردار فلان خوبه. خب آره عزیز دلم، ما دلخوشی دیگه نداریم خواهر، ما هیچ دلخوشی دیگه نداریم. بخوایم خیلی بخوایم مایه بذاریم و بریم بیرون، میریم نهایت روستامون. آره نه سفری نه دیگه، الان خدا رو کاری کردن که اصلا سفرم نمیتونیم بریم. دیدی چه پرشی زدم؟ یه پرش شگفت‌انگیز. یه پرش شگفت‌انگیز زدیم و هیچی پیدا نکردیم. خب یه ویدیوی قبل تر از اینم گرفته بودم که اونجا هم همینجور داشتم بازی می‌کردم، منتها اون این بازی یه آپدیت جدید داد و اینکه تو آپدیت جدیدش آتیشه. ببین اینجا یه نفر داره میره، ببین قشنگ میخوابه که منو بزنه و منم سرپا زدمش. نمیدونم دیگه چه معنی میده، ولی اینجا یه نفر هست؟ نه نیست. آره عزیز دلم، آره خواهر دلم خونه. بعد اینکه اینطوری دیگه خلاصه ما تو این گوشی زندگی میکنیم، بازی میکنیم، میگیم، میخندیم. شاید مجازی باشه بازی کردنمون، خندیدنمون، همه چی شاید مجازی، حالت مجازی داشته باشه و فیک باشه، ولی میدونی چیه؟ این محدوده‌ای که براش تعیین کردن پشت منه. هم باید به این سمت فرار بکنم، چون که این داره سمت من میاد. میگم اینجا چرا کسی نیست؟ چون همه دارن فرار میکنن که برسیم به اینجا، اون محدوده زرده. آره خواهر داشتم میگفتم یه نفر اپوش پیدا شد میخواد ما رو بکشه. داداش ما خودمون همه رو میکشیم، شما میخوای ما رو بکشیم؟ بعد اینکه آره دیگه خلاصه اینطوری رسیدیم به اون محدوده دیگه، استرس نداریم، رسیدیم اینجا و دیگه میتونیم راحت تر دزدی کنیم. به یه نفر نشون میده که اینجا پشت منه. ببین داره کجا میاد. فرار کرد. بابا وایسا دیگه، فرار میکنی اونور میخوای بمیری. بیا خب این ور بمیر، آمار این کشته های منم بره بالا. نه. آره اینطوری. ببینم اینجا چی هست؟ یه دونه چی داره اینجا؟ یه نفرم داره از اون ور میاد. این دستم میخوره تون به این کنم باید جاشو عوض کنم. صدای هواپیما میاد، خوشحال باشین. صدای هواپیما. به هر حال اینجا ما جنگ هم تجربه میکنیم دیگه. البته یکم از این محدوده خارج شدیم. اینجا ما جنگ میکنیم، دعوا میکنیم، آشتی میکنیم، خوشحالی میکنیم. توی گوشی همه کار انجام میدیم. به هر حال گوشی به نظر من مجازی بهتر از دنیای واقعیه. به هر حال یه طوریه که به یه نفر اینجا میخواد من بکشه. این کیه؟ ببین کجا قایم شده. من یه خوبی دارم اینکه قایم نمیشم بخوام بزنم. 25 نفر. این چیزتر شد، نزدیکتر شد. همه اومدن تو این محدوده. 23 نفر مونده، من 5 نفر رو کشتم. ببینید چقدر اومدن قرمز، ناحیه قرمز زیاد شد. ببینید یه نفر داره به اینجا میاد. الان من اونو کشتم، یه نفر دیگه میخواد بیاد.
نزنی فکر میکنم نمیتونی، ولی داداش من رحم میکنم به تو نمیزنم. خوبیش اینه که زدم. ببین از کجا، ببین من الان نزدمش، فرار کردم و خودش میخواد به یه جای دیگه منو بزنه. داداش ما قایم نمیشیم، نگاه کن ما قشنگ میزنیم در ملع. ببینید تشویقم کرد، گفت آفرین برو بزن. اینجا یه دونه مال دزدی پیدا کردیم، یه نزدیک مال دزدی هیچی ازش نمونده. صبر کنید کشتمش. یه نفرم از اونجا بیاد داداش، بزنی زدمت، نزنی نمیزنمت. ببین منتظرم ببینم میزنه یا نه. نزدی نمیزنمت. البته الان دوتامونم باید فرار کنیم چون که آتیش در راهه و میخواد ما رو. ببین اومدت جلو بزنه ها، نگاه کن چقدر نامرده. من نمیخواستم بزنم، حتی یکی دیگر رو داره میزنه. ببین اومد و منو بزنه. شیش نفر مونده. اینجا یه جعبه پیدا کردیم. این داداش هرکی بوده تو راه زدنش. بیا 3 نفر موندیم، ببینیم کی میخواد ببره. با شمشیر میره، آفرین حاج خانم. بیا چون با شمشیر هم بریم ما میزنیم. خب برم اون صندوقشو بدزدم. هر لحظه داره آتیش نزدیکتر میشه و 2 نفر زنده مونده. اون یه نفر دیگه هم پیداش نیست. نه فکر کردم صدای پای اونه ولی صدای پای منه. کجایی کوچولو؟ محدوده کوچیک‌تر شد. ببین خودش نیست ولی صدای گلوله هاش هست. ببین کجاست. من بردم.